خب دوستان سلام، روز 1 میلادی رو به تمام دوستان خوبمون تبریک میگیم دیگه. ما هم با دنیای کریپتو برامون سال جدید میلادی مهم شده. خب امروز 12 دی ماه، روز 1 ژانویه 2025. از اول بهمن نظرم اینه که تقریبا از 2 هفته دیگه بیت کوین آلت سیزن یعنی شروع خواهد شد. نظر من این هستش که آلت سیزن شروع میشه و نظر شخصی که آلت سیزن از 2 هفته دیگه نهایتا شروع میشه. مرسی آقا سعید عزیز، مرسی. سلام آقا هادی قدیمی. خب میریم تحلیل بیت کوین، ببینیم به کدوم رو سمت و سو میخواد بره. تارگت ها چه چیز خیلی باحالی توی کانال تلگرامم گذاشتم، از جمله که دیگه کسی نمیتونه بگه بیت کوین معلوم نیست آقا بخریم خوبه یا نه، با ارزش یا نه. اومد دوستانی که خیلی علاقه به نقره داشتن، نمیدونم نقره چه گلی به سر سبدشون زده، وقتی طلا بره بالا خب نقره هم میره بالا. طلا میرزه نقره بیشتر میرزه. این مم کوین هستش و نگاه میکنیم که بیت کوین به 7مین دارایی بزرگ جهان تبدیل شده که خیلی مهمه. کسی نمیتونه بگه آقا این چرت و پرت اینا. و دو تا دیدگاه در مورد تارگت ها در آخر سال 2025 هست که اولیش اگر بیت کوین به 145,000 تا برسه بقیه ارزها به چند خواهند رسید، و دومیه بیت کوین به 180,000 تا برسه تارگت های بقیه ارزها چند خواهد شد. و چارت نیر که بولیش براتون در کانال تلگرام داشتم بررسی کنین، کل هم تکنیکال و هم ارزم به حضور شما که دنیای خبری رو که در حول و حوش بیت کوین و ارزها چه میگذرد. خب دوستان نگاه میکنیم علی چارت گفته که بیت کوین میتونه به 75,000 تا، به 92,000 تا اگه زیرش کلوز بده میتونه به 75,000 تا برسه که نظرم با این مخالفه. نگاه میکنیم که در ماه اول سال 2015 از 2016 تا 2025 میانگین اتریوم 20% مثبت بوده. 20% مثبت از 4000 از 3500 ما بگیریم میشه بالای 4000 و ارزها میتونن پامپ کنن و آلت سیزن میتونه شروع بشه. و در اینجا مارتی پارتی گفته که سول زیر 200 خیلی خوبه، خریده شدی که من گفتم بهتون. زئوس زیر $1 خوبه و سویی هم زیر $5 میگه برای اکومولیت کردن، برای خرید جای مناسبی هستش. که نظر دقیق من بخوام حساب کنیم بهتون گفتم سول بین 170 تا 180 تا 185 تا بخرید، زئوس رو روی 75 سنت بخرید و سویر هم روی $2 میتونید روی $4 میتونید بخرید، جای مناسبی هستش. برای بیت کوین یه نظریه هست با EMA اگه ما در نظر بگیم در چارت یک هفته‌ای که میتونه تا این سطح به پایین برسه و بعد به بالا حرکت بکنه. در اشل قبلی اینو گفته که میتونه دوباره این تکرار بشه. از دیدگاه کینگ بخوام نگاه کنید براتون گذاشتم که ارزها به کدوم سمت و سو میخوان حرکت کنن و بیت کوین 180,000 تایی میتونه ریپل $115 رو برای ما بیاره و اتریوم $10,000 واسه ما رقم بزنه. و کوین تلگراف گفته که به ترتیب چیزایی که میخواد رشد میکنه، اول بیت کوین رشد میکنه. سال 2024 رشد بیت کوین رو داشتیم. سال 2025 میتونیم رشد آلت کوین ها، از ماه دومش میتونیم رشد مم کوین ها و بعد NFT ها و بعد ریل ورلد اسیت ها و بعد AI ها داشته باشیم. همه شاخه‌ها دوستان با هم رشد نمیکنن. دقت کن به این ترتیب ارزها رشد میکنن. چارت دات رو دوستان نگاه میکنین که به حمایت خودش تقریبا نزدیک شده، بین $5 تا $6.5 حمایت خودش هستش که میتونه از اینجا به سمت $20 حرکت بکنه. خب دن گفته که آلت سیزن شروع شده. من گفتم به 43 میرسه، 43 رسید. گفتم میتونه اینجا به سمت بالا بره، یه بار دیگه میتونه ناحیه رو پایین ببینه و بعد دبلیو رو برام درست بکنه، یه لگش دو لگ وسط به بالا حرکت بکنه. ولی ایشون ازش که آلت سیزن کلا شروع شده. سوی هر موقع با اینجا رسیدین دوستان از دیدگاه مکس سیگنال خرید صادر شده، به سطح پایین خودش رسیده باشه سیگنال خرید صادر شده. اینجا رو مشاهده میکنی که سوی دوباره رو $4.2 به این سیگنال رسیده و بعد از این سیگنال با توجه به آرساش به سمت بالا پرتاب شد. اینجا هم نکن سمت بالا پرتاب شده، میتونه به سمت $7 پرتاب بشه دوستان. سوی هم نظرش این هستش. خب از نگاه تایتان آف کریپتو گفته که
سلام جمعیت سلام، که بولران استیلان تراک میگه بولران تازه میخواد اینجا شروع بشه دوستان، اینجا میخواد بولران شروع بشه، یه پایین زدن نهایتا تا 90,000 تا و به سمت بالا. وقتی همه دنباله، وقتی بیت کوین رو 107,000 تا دوستان بود، همه گفتم وای وای کاش ما روی 92,000 تا 93,000 تا میخریدیم. الان که اومده باز میگن صبر کنیم و پایین تر بخریم. به نظر من نهایتا 85 تا کفشه، ولی خود من از اون 91 90 تا میخرم، چون هیچ موقع شاید ما اون کف رو نبینیم دوستان. به این علت میگم حتما این کارو بکنید، دنبال کف نباشید. از اون 90 تا من کلا به مرحله آخرمو میخرم و این الگو هستش که کندل ماهیانه رو 95,000 تا اینجوری بسته شده. میتونه یک شوتینگ استاری باشه که به سمت 85,000 تا حرکت بکنه، ولی وقتی همگی دارن صحبت از 85 میکنن، احتمال نرسیدن 85 خیلی داره و از اینجا میتونه به گام سمت از 90 تا نهایتا میتونه به سمت یا 89,000 تا به سمت بالا 115,000 تا حرکت بکنه. و بیت کوین دامیننس میدونی که همینجوری داره به سمت پایین حرکت میکنه و دیگه وارد این فاز ریزشی دوستان شده که قرار آلت کوین ها منفجرشن. گفتم نهایتا از اول بهمن به نظر من آلت سیزن شروع خواهد شد دیگه. و در اینجا نشون میده که ما یه مقاومت قوی در بین 92,000 تا 95,000 تا داریم، یه حمایت قوی داریم که میتونه بیت کوین رو به سمت 125,000 تا حرکت بده. خب کوانتیتین گفته که 10 تا کوین برتر سال 2025 به ترتیب بیت کوین، اتریوم، لینک، فت، سول، تاو، بیم، ترک، آپتوس و سوی هستن که بیشترشون لایه یکی هستن دوستان، دقت داشته باشید. این نظریه که ایشون داشته. و در اینجا ترامپیوس ماکسیموس با کلکسیوس ماکسیموس داره دیدم میفرمایه که تو آرنا هستن انگار و اینا میخوام با هم دیگه دولت قوی امریکا رو با توجه بیت کوین بسازن. یه خبر خیلی مهمی که بانک آف امریکا پرداخت میشه که یوز XRP for payment، پرداخت XRP رو به عنوان پیمنت، به عنوان XRP رو به عنوان پیمنت، به عنوان پرداختی قبول کرده. یا این خیلی مهمه، میتونه برای واقعا ریپل خبر خفنی باشه دوستان، میتونه ریپل رو به بالای 6 دلار حرکت بده. و در اینجا برای بولران آلت کوین دیلی نوشته که بیت کوین 145,000 تا، اتریوم تقریبا 10,000 تا، سول 720 تا، دات 60 دلار و اینا رو که هست که در داخل کانال تلگرام براتون همه رو گذاشتم دوستان. و میتونه سیاست‌های امریکا کلا عوض دوستان کلا عوض بشه. و چرا تو لایو بچه‌ها زنگ میزنن نمیدونم، و بیت کوین رو به عنوان رزرو استراتژی قبول بکنن. و در اینجا هم که همچین صحبت داشتیم، گفته بین 3900 تا 4100 تا مقاومت اتریوم هستش که چندین بار برخورد کرده، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار برخورد کرده دیگه. این بار بشکنه میره برای 5200 و 6200 تا. و ایشون هم دوباره میگه آلت سیزن شروع شده. دقیقا گفتم بهتون 3 سال میتونه بیت کوین سعودی باشه، براتون در چارت کشیدم. 1 سال میتونه به ما سود وحشتناکی تو آلت کوین ها بده. دقیقا 3 سال سعودی، 3 تا 365 روز حساب کنید شما. و الان موقعشه که دیگه آلت سیزن ما بده. این بیت کوین دامیننسه. اینا هر کدوم بیانگر 1 ساله، 1 سال. بعد این درست نکشیدم بهتون این نشون بدم، براتون قبلا توضیح دادم یه بار دیگه هم سریع بهتون توضیح بدم دوستان که آلت سیزن چجوری هستش و چجوری به وجود میاد. تقریبا 3 سال طول میده که بیت کوین، من براتون در تایم 12 ماه بیارم، یعنی هر کندل نشان دهنده 1 ساله دوستان. نکنید این هر کندل نشان دهنده 1 ساله. کنید پول 1 سال، 2 سال، 3 سال توی بیت کوین، 1 سال رفته تو آلت کوین ها. 1 سال، 2 سال، 3 سال توی بیت کوین، امسال داریم تو آلت کوین ها. می‌کنید داره شروع میشه قرمز بزنه. این محدوده قرمزی باعث رشد فزاینده آلت کوین ها میشه که دیگه تموم شده و داره میره توی آلت کوین ها. اینطوری که دن هم نظرش هستش. خب عکس بعدی لوکال چین رو نگاه میکنه که فروش‌های زیاد، خریدهای زیادی از صرافی مثل LDO، BNB، پاپکت، ری و گراس انجام شده و مقادیرش هم نوشته که مثلا پاپکت این مقدار بوده و
اینا همه انجام شد در 7 ساعت گذشته، در 8 ساعت گذشته اینقدر خرید کرد در داخل کیف پول ها بردن، میتونه این ارزها رو افزایش بده، قیمت خریدی که شده. دوباره زئوس رو پیشنهاد داده مارتی پارتی و برای 5 سال از همین الان چه ارزهایی بخریم که لارج کپ زیادی داشته باشه. اچبار، اتریوم، XRP رو نظرشون هستش و ارزهای خودش بیت کوین، اتریوم تقریبا میشه گفت اینجا نوشته ETH is down 30% from ATH، میگه از های خود 30% پایینه دوستان و میتونه یه الگوی سمت بالا رو حرکت بکنه تو این سایکل. و در اینجا هم پندله 10 دقیقه پیش مقدار 400,000 پندله خارج شده از بایننس که میتونه رشد خوبی داشته باشه این ارز هم. و در اینجا سایکل هیستوری در مورد RSI صحبت کرده. علی چارت گفته که وقتی RSI به این منطقه رسیده میتونه یه بالای پارابولیکی داشته باشه در بیت کوین. خب دوج هم که میبینید که میخواد پیمنت درباره X را بندازه که میتونه خود ارز اکس امپایر هم رشد بده دوست من. و در اینجا کوین فاکسی هست که کوین بسیار بسیار خوبی هست. یه خبر خاص که دارن اینا آماده میشن برن به مقر ریاست جمهوری کم کم. ایلون ماسک هم نگاه میکنید و جشن سال 2025 و need a lot of people coming، دوست مردم بیشتر بیان. و این خبرهای مهمی بود که در داخل شبکه اکس دوستان با هم دیگه بررسی کردیم. آخرین خبرم این که لارج کپ ها رو گفته مایکل وند پوپ این آلت کوین ها رو در پورتفولیو پرسونالی شخصیش داره. لارج کپ ها مثل سی، تیا، تاو، او پی اینها رو داره و اسمال کپ ها رو، یعنی کپ های مارکت کپ پایین‌تر رو RPL، اومنی، رز و آیوو رو داره دوستان. این ارزها رو داره. خب 10 تا ارز پرپتانسیل از شبکه از دید لارد دیویس هم براتون در گذاشتم به عنوان هدیه سال نو و میتونید دیدن بفرمایید و نقاط خرید و فروشش کجا هستش. میریم تحلیل خود بیت کوین رو نگاه میکنیم. سریع من بهتون بگم این کلانی سفر ببندم یه صفحه دیگه باز کنم، خیلی شلوغ شده. خب لارج کپ ها، لارج کپ ها رو باز میکنیم و دوستان امروز بازار تعطیله، همه جا تعطیله، حجم کمه در بازار فردا باز میشه. خب جونی فعلا نداره، میتونه ناحیه 90,000 تا رو ببینیم. مثلا اگه لیکویدی ها رو بیایم در منطقه یک هفته نگاه کنیم، لارج کپ ها رو نگاه بکنیم منطقه اینجا 90,000 تا خیلی منطقه قویه که 114 تا بیت کوین خریدن، میتونه 90,000 تا 89,500 تا قیمت بالا برگردیم. قبلش هم هست خریدای مثل منطقه 91,000 تا، ولی اینجا خیلی بیشتر. در منطقه کجا 52 تا بیت کوین 98,000 تا هستش. حواستون باشه نگاه کن دیگه بینابین رفته همه چی. اگه بخوایم داشته باشیم شارپ یا دارپش یا دامپ شدید داریم، پس حواستون به این قضیه باشه. لیکویدی هم که نگاه می‌کنیم در منطقه 91,000 تا هستش. یه شده به سمت پایین نمیتونیم داشته باشیم، سمت بالا خیلی خوشگله، به بالا هم میتونیم پرواز کنیم. سمت 96,500 تا هم که سطح بالایی هستش. در بازار دارن چه میکنن و چه میخرن دوست من، نگاه بندازیم به بازار. بازار که تعطیله، برای ETF ها بیشتر دارن XRP میخرن دوستان. و برای فانتوم هم بهتون خواهم گفت که فانتوم یک کمکی میتونید بکنید رمز ارزها پول در داخلش نیست، توتال 2 نزولی میشه، میتونه تا منطقه 1.32 تریلیون دلار حرکت کنه تا این پایین دوستان بیاد و از اینجا به سمت بالا بخواد حرکت بکنه. 1.32 1.31 از اینجا به سمت بالا بخواد حرکتی داشته باشیم. ما اینجا بخوام ما به سمت بالا یه شلیکی دوستان بشیم. این برای یعنی میتونه که آلتا یکم بیشتر بریزه. خب برای طلا رو میخوام بررسی کنیم. طلا همچنان در باکس ما هست، من باکسمون میکشم برتر، اکستندش میکنیم باکسمون رو. خب میتونه برگرده میدرنج 2611
بالا 2636 شد. هنوز در همون مید رنج ما هستش. اتریوم به بیت کوین داره به کف خودش نزدیک میشه. گفتم تا موقعی که این روند باشه میتونه تا این پایین بیاد. نهایتا پله اول که بخواد بیاد 3554 هستش. خود اتریوم بهتون میگم، اتریوم ایوه این ترس خورد. خب اتریوم کفش میتونه منطقه دوستان کجا گفتم براتون باشه 3200 باشه و سقفش میتونه 3400 باشه. از 3400 تا 3700 هم میتونه باکس بعدیش باشه. یو اس دی تی رو نگاه میکنیم داره به سقف خودش نزدیک میشه که میتونه بیت کوین رو به سمت 91 تا 2000 تا دوستان برسونه. سقفش کجا از 437 هستش. الان کجا از 434 هست، حواستون باشه. بریم فقط یه سری من ارز فانتوم رو بگم. در داخل اینستاگرام هم دوستان گذاشتم که ارز فانتوم خودش میتونه تبدیل بشه به اس در صرافی تو بیت و اکثر صرافی ها در کیف پول ها هم براتون راه حلش رو گذاشتم. به خاطر فشار فروش و بستن معاملات فانتوم داره سمت پایین میره. این تبدیل به اس بشه یهو یه شارت میره تا منطقه 95 تا. حواستون باشه. من بگم یک سود چند درصدی رو از دست ندید. از اینجاها به نظر من یک سودی داریم ما تا این منطقه داریم. یه سود 45 درصدی ما داریم در 2-3 هفته آینده برای XRP. حواستون باشه. پس بیت کوین نظر اینه که به سمت پایین 92 تا فعلا حرکت بکنه. حالا خود بیت کوین هم نگاه میکنه. میتونه نگاه کرد. 65-80 جای خیلی خوبی برای خرید هستش. من از اینجا شروع کردم با آکومولیت. اینجا خریدم، اینجا هم میخرم. پله آخرم و نظرم خیلی مثبته. آدا اومد زیر باکس خودش، پس میتونه تا منطقه 83 سنت پایین بیاد. بالای منطقه 86 سنت میتونه سعودی باشه تا نزدیک $1 و دو تا ارز جدیدم بهتون XRP هم بهتون بگم. XRP به مقاومت خودش دوستان رسیده. میخواد دقیقاً اومد 2.1 زده، اومده پایین. میتونه کمی که دوباره پایین تر بیاد تا منطقه $2 دوستان پایین بیاد. دوش هم که این روزا داره صحبتش میشه خیلی زیاد. کف که باش مقاومت داره 30 سنت هستش. و بیبی دوش هم میتونه در داخل این باکس اومده که سقفش 32 و کفش میتونه منطقه 2950 باشه. و ارز اکس امپایر اکس امپایر که میتونه تا یک کف خیلی خوبی جوارش هستش. منطقه 14,886 کف خوب هستش. میتونه پایین تر در منطقه 14 هم دوستان بیاد. شیبا هم در داخل این باکس قرار. دقیقاً گفتم سقف اینجاست، به سقف اینجا نخورده. بالای 21 سی میتونه برسه خودشو به 21 نه 22 میتونه برسه. ولی فعلا گفتم امروز فردا میتونه بازار ریزشی باشه دوست من. یعنی بریزه تا منطقه 20523. بیشتر من بازار ریزشی میبینم دوستان تا سعودی. دو تا ارز دیگه هم براتون من پورتال اینا هم ریزشی هستش دوستان. ارز پورتال رو براتون میخوام بزنم نکنید. داره یه فاز ریزشی ما نگاه کنیم بهش داره و کف این ارز میتونه منطقه کجا باشه؟ میتونه بریزه تو این باکس، میتونه بریزه تا 27 دوستان. میتونه بریزه این ارز تا اینجاها. میتونه این ارز ریزشی باشه. و از اینجا به سمت بالا حرکت تا 27 میتونه ریزشی باشه. قیمت الانش 28.94 هستش. ارز بومم براتون بذارم یه میمونه. خب ارز بومه هم میتونه تا منطقه الان 60. خب ارز بومه میتونه تا منطقه الان 60 سنت هستش. میتونه تا
تا منطقه 54 سنت به پایین 54-50 حرکت بکنه. این نگاه اجمالی به ارزها بود و بازار کلا که دید نزولی هستش و کلا نظر روی بیت کوین میخوام صحبت کنیم. بیت کوین ها همه میگن نزولی 85 ولی به نظر من وقتی خیلی صحبت روی این قضايا باشه میتونه نهایتا سطح 90 تا 89 تا مثلا یه شادوی بزنه تو این باکس، یعنی فقط خودشو برسونه. این باکس بین 85 تا 90 تا هستش ولی اینجاها کف نمیرسه، اینجاها به بالا برش میگردونه. من نظرم به این هستش که بازار میتونه صعودی باشه و آلتیزن از 2 هفته دیگه دوست من شروع بشه. دقیقا باکسی که براش دیروز کشیده بودیم و نگاه اندازیم خیلی جالب بود. دیشب ما کشیدیم این باکس رو که گفتیم بله میتونه کفش داد 92400 بیاد پایین، 92000 چند اینجا 93000 تا بیاد پایین، کفش هم میتونه 96500 تا سقفش باشه. دقیقا به این کف خورده بازگشته. کف امروز کجا میتونه باشه؟ برای امروز چی میتونیم در نظر داشته باشیم؟ با توجه به این سطح گفتیم میتونیم سمت 91500. خب برای اینجا نگاه کنیم چه چیزایی داشته باشیم. بعد خیلی خوب، یه 92500 دوستان نزولی بهتون گفته بودم، پس این جایی که آدمان به دلهوره بندازه. پس یه باکسی میتونیم براش بکشیم. چه باکسی میتونیم براش بکشیم؟ کپو بزنیم 92500 92357 اینجا بذاریم. سقف رو کجا بذاریم دوست من؟ سقف رو بخوام بررسی کنیم همون هم 6500 تا جای مناسبیه براش. به این کجا 90 اینجا بیشتر اینجاش هستش 96000 تا. خب پس ما میایم 92500 تا 96000 تا براش برای امروزمون در نظر میگیریم. این برای یک ژانویه که بیشتر نظر من دوستان نزولی هستش، نزولی و نزولی. برای همین اون 92 میارم. این حسیه دوستان، اینو تو 91 92 میارم و این هم میخوام در کجا بیارم؟ 70% این کندل میارم، یعنی کجا؟ 95000 تا. پس بین 92 تا 95000 تا میتونم برای بیت کوین متصوب برای امروز بشیم. این هم نظریه شخصی بنده بود، احتمال هر گونه اشتباهی هست. دو تا پارت با هم مخلوط کردم، امیدوارم که به دردتون بخوره. برای چیز خاص دیگه نیست بهتون میگم، نه ساعتون درد نمیارم. مرسی که ما رو همراه هستید. فقط در یوتیوب نگاه کنم کسی برامون کامنت گذاشته که ارزش براش چیکار کنیم، براش تحلیل کنیم یا نه. میبینیم که نه چیز خاصی نیستش. موفق و پیروز باشید، وقتتون بخیر.